درمان اعتیاد تو بارداری یه مقوله بسیار تخصصیه که خب خیلی از مراجعین با در واقع شکایت وابستگی به مواد در کنار بارداری به ما مراجعه میکنن. بحثی که وجود داره اینه که این کار باید با دقت کامل صورت بگیره، به خاطر اینکه ما با 2 نفر در واقع طرف حساب هستیم، یعنی هم با فرد درگیر هم با جنینی که قراره در واقع به دنیا بیاد. و بایستی نهایت دقتمون رو بکنیم که هیچ آسیبی در واقع به اون جنین وارد نشه. مسئله مهمی که تو درمان بارداری اعتیاد بایستی بهش دقت بکنیم تفکیک انواع اعتیاد هست. متاسفانه خب باب شده مثلا خیلی از کلینیکا بله چون مثلا متادون در واقع بارداری داروی چویسیه، بدون توجه به نوع مصرف مواد، بدون توجه به نوع درگیری مغزی، خیلی از پزشکا با توضیح این که متادون یک داروی چویس تو بارداری هست، متادون برای بیمار در واقع تجویز میکنن. مسئله مهمی که وجود داره، ما حتی تو بحث وابستگی به محرک‌ها، وابستگی به الکل و حتی وابستگی به آرامبخش‌ها و قرص خواب به هیچ عنوان حق در واقع تجویز متادون رو نداریم و درمان بایستی به صورت تارگتینگ و به صورت تخصصی پیش بره. ببینیم هر کیسی در واقع درمان خاص خودش رو نیاز داره و درمان هایی که تو این حوزه انجام میشه باید اونقدر دقت لازم رو داشته باشیم که در واقع برای مریض و جنین مشکل جدید پیش نیاد. بنابراین من توصیه‌ام اینه اگر دچار وابستگی به انواع مواد هستیم و در کنار وابستگی به مواد در واقع باردار هم هستین، حتما به مجموعه ما مراجعه داشته باشین. تو مجموعه ما تحت نظر بهتر متخصصین این حوزه که شامل نورولوژیست‌ها، روانپزشک و متخصصین نوروساینس، ما یک ارزیابی و بررسی دقیق از وضعیت وابستگی بیمار در واقع به عمل میاریم، نوع درگیری رو مشخص میکنیم و بر حسب در واقع نوع درگیری که بیمار داره بهترین درمانی که یونیک اون فرد باشه برای اون فرد ارائه میدیم.